با سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. یک سنگ هرمی زیبا رو شما در تصویر میبینید. ببینید به چه شکلی تراش خورده. قاعده های سنگ هرم که حالا بدبیاری آوردیم که آفتاب غروب کرد، سایه‌ای که این سنگ هرمی روی اون جایگاه مینداخت اونجا، ببینید که اونو دیگه ما نتونستیم متاسفانه بگیریم. ولی خب خود سنگ هرم رو شما نگاه کنی، سنگ هرم کوچک، این سنگ هرم کوچک تراشدار هست. لیدون از اینجا رو من براتون میگیرم. پاگرد پشتیش هست، نگاه کنید تراشی که روی این هرم قشنگ دادن. اینجا مشخصه، این جایگاه مشخص، سنگچین ها مشخص و این دیواره که کاملا صاف و صیقلی. سایه‌ای که در یک روز خاص در غروب خورشید در اون قسمت میندازه، حالا این ممکنه 186 منزل از اون قسمت تا اون جایگاه. مهم هست که این یکی از مواردی هست که در مصر باستان استفاده می شده ازش. حالا ما اون جایگاه هم میریم، یک جایگاه دیگه هم من نشون دوستان بدم. یک نمای دیگه از این سنگ هرمی، پشتش هم خالی، درخشه زرش. ببینید من یه چیزی هم بهتون نشون بدم اینجا. اینم ببینید شما، تراشه‌ای از یک خمره باستانی هست. اینم بماند به یادگار. اونم تاقچه‌ای که اون بالا داریم که آخرین نور خورشید در اون قسمت تمام میشه. اینم ببینید. اینم کوه نامی، اونم سنگ هرم. با تشکر از دوستان عزیز.